یه نشدنایی هست اولش انقدر ناراحت میشی که نشده، بعدا میگی آجی 2 روز بعد، 2 ماه بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد میگی آجی من چه شانسی آوردم. ببین باید به این برسی. به خدا سرم اومده که دارم. اگه واقعا اعتقادت این باشه یه جایی ببینی یه دری برات وا شد بر اثر اون نشدنه ها، یا میشه یا نمیشه که بعدا خفن ترش بشه. همیشه میگم به بچه پایانه هر چیزی خوبه. شما اگر این دیدگاهو داشته باشی، اگر احساس میکنی خوب نیست، 2 حالت داره. یا ببین، یا من و تو اون لحظه نمیفهمیم، من و توی انسان متوجهش نیستیم، یا بچه اصلا پایانش نرسیده هنوز. یعنی اون لحظه پایان نیست. اون لحظه باید نمیشده که بازی ادامه پیدا کنه که یه پایان خیلی خفن‌تری برات وجود داشته باشه. اگه تو ایمان داشته باشی به این موضوع، چی میتونه تو این دنیا اذیتت کنه؟ هیچ نمیتونه آب تو دلت تکون بده. از هیچ بنی بشری بگی تا هیچ طرز فکری تا هیچ جبری تا هیچی. آقا من دارم بازیمو میکنم، یا من الان با شعور فعلیم یه چیزی دوست دارم بشه. اگه شد که خوشحالم، اگه نشدم میدونم نشده که خیلی خفن ترش میشه.